نکته‌ای که بسیاری از ایرانیانی که به اینجا میآیند میگویند این است که نمیتوانند با تورم ایران کنار بیایند و پیشرفت اقتصادی داشته باشند. خیلی ها میگویند به علت فشار تحریم‌های غرب به خاطر برنامه هسته‌ایش اقتصاد ایران صدمه زیادی دیده. در حال حاضر برای ایرانیانی که هم پول دارند و هم قصد سرمایه‌گذاری، گرجستان مرکز اقتصادی است. کشوری که اقتصادش هم در حال پیشرفت است. بابک تولید کننده اسباب بازی است و مانند خیلی ایرانی‌های دیگر به دنبال راهی برای تجارت در اینجاست. برای مشاوره به این دفتر در گرجستان آمده. کشوری که به نظر می‌رسد هم طرفدار غرب است و هم یکی از کشورهای منطقه که رابطه اقتصادی دوستانه‌ای با ایران دارد. جایی که بابک می‌گوید می‌توان در آن به راحتی تجارت کرد، به این خاطر که واحد پول ایران این روزها ارزش خود را از دست داده. ما امروز چیزایی می‌خریم و بعد اونها رو به ایران می‌فرستیم. با توجه به بالا رفتن قیمت دلار ضرر می‌کنیم. گرجستان زمانی بخشی از امپراتوری ایران بود. گرجستان امیدوار است که این گرایش ایرانیان وضعیت اقتصادیش را بهبود بخشد. اما مسئله اصلی برای گرجستان این است که چطور بتواند هم رابطه خوبی با ایران داشته باشد و هم به عنوان یکی از بازوهای آمریکا در منطقه از خصومت با این کشور خودداری کند. بعضی ها هم که به اینجا آمدند میگویند به عنوان مسیحی از جانب حکومت ایران مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از مبلغان مدعی شده انجیل فارسی در دست گرفتن در ایران به راحتی اینجا نیست. اگر شما مسلمان باشید و بعد مسیحی شوید، با مسائل زیادی در ایران مواجه می شوید و به زندان می افتید. برای این تازه رسیده ها پیدا کردن شغل در گرجستان کار راحتی نیست، اما لااقل جایی برای بیان آزادانه مذهب و عقایدشان دارند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید در 5 هفته گذشته 188 نفر در خوزستان بازداشت شدند. به گزارش این سازمان مستقل که دفتر آن در آمریکاست، این افراد در شهرهای اهواز، شادگان و حمیدیه بازداشت شدند. خانواده بازداشت شدگان گفتند که نیروهای امنیتی هنگام ورود به منازل و دستگیری هیچ مجوز یا دلیلی ارائه ندادند و هنوز از سرنوشت بسیاری از آنها هم اطلاع دقیقی در دست نیست. کریم دهیمی فعال حقوق بشر اینجا در استودیو با من. آقای دهیمی، علت تشدید این دستگیری ها در هفته‌های اخیر روشن هست؟ ببینید، با احتساب دستگیری های از روز هفته گذشته در کوتاه عبدالله ما 18 نفر داریم، در حیثورا یا همون شلینگ آباد و در حمیدیه چندین نفر رو داریم. با احتساب اینا تعداد دستگیر شدگان به 208 رسیده. تا الان علت دستگیری آنها نیروهای انتظامی برای خانواده ها نگفتن یا همون با مراجعه به استاد خبری و دادگاه انقلاب نگفته، اما اکثر اینها فعالان فرهنگی یا بین آنها چند تا شاعر و چند تا معلم هست و سابقه دستگیری در سالهای قبل که همین روزها به مناسبت هجوم رضاخان در سال 1925 و همچنین قیام انتفاضه 2005 که این در اثر امون نامه ابتحی هست در مورد تغییر بافت جمعیت منطقه و هر ساله در چین روزهای تظاهراتی و دستگیری‌های در منطقه رخ میده. گفتید کسانی که دستگیر شدن بیشتر چهره‌های فرهنگی هستن، میشه درباره اینا بیشتر بگید؟ بله، بعضی از اونها شاعر هستن. میدونید شاعر شعر ملی می‌سراید و معمولاً مسئولین این رو فکر میکنن که اینها تحریک کننده مردم هستند و اونها رو دستگیر میکنن. یا بعضی فرضاً ما 2 نفر داریم اینا فعال حقوق بشر هستند و بعضی از اونها حتی وبلاگ نویس هم هستند. فرضاً در آخر اسفالت اهواز هجوم به شب شعری شده در روز جمعه و چندین تن رو هم دستگیر کردند. ممنونم از کریم دهیمی فعال حقوق بشر اینجا در استودیو با من.